الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقفنا عند الدعاء وأقسامه ودليله. الدعاء أقسامه ودليله. دعاء وقسمه دعاء ودليل دعاء. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء، يعني من أنواع العبادة، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والاستعانة والخشوع والإبانة والاستعانة، لأن الاستعانة هنا همزة وصل، نعم، والاستعاذة، ثم والاستغاثة، هناك غير مكتوب، يعني سقطت الكلمة مجبوات بعد الاستعاذة بين استعاذة وذبح عند باكي والاستغاثة بوهش بريم أصل النسخة دائما تذكرته يعني متن بوشة. والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. لين ده شهر من إن شاء الله. والاستغاثة قال الشارح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: قوله يعني قول المؤلف: ومنه الدعاء ومن أنواع العبادة، بعض أنواع العبادات الدعاء دعاء بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. چرا با دعا سر کرد، آغاز کرد؟ چونکه دعا از همه بزرگترین نوعهای عبادت است. بیشتر عبادت ما یعنی که دعا است. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء دخل مشرب يقول دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولا عليك ترجمة مبين. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى كما في أول الفاتحة. دعاء عبادة يعني ثناء ستایشی پروردگار، چخیلی که در اولی سوره فاتحه اومده است که الحمدلله رب العالمین، ستایش برای یا که خاصه برای الله هست که او پروردگار جهانیان است، الرحمن الرحیم، بخشاینده و مهربان است، مالک یوم الدین، صاحب روز جزا است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو یعنی یاری میجوییم میطلبیم. الفاتحه. هذا كله دعاء عبادة. اینا همش چی بودن تا این وقت؟ تا اینجا دعای عبادت. اهدنا الصراط المستقيم الى آخر سوره هذا دعاء مسألة. اهدنا الصراط المستقيم تا آخر سوره را اینا چی میگوین؟ این دعای مسئله، دعایی که برای خودتون پرسید ساده. دعا میشد که الله رو مدح ستایش میکنه، با دعا میشد که برای خودتون کمبودتونه اصلاح میکنه، میپرسید ما را هدایت کن به راه راست، راه کسانی که تو به ایشان نعمت بخشیدی، اون راهی که ما از تو پرسیدی و نه راهی گمراهان است و که غضب کرده شدگان است و نه راهی گمراهان است. ودعاء المسألة هو طلب شيء من الله عز وجل كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق. دعای مسئله چیست؟ دعا یک چیز است از الله. از الله یک چیز درخواست میکنه، همچون طلب هدایت و طلب رزق و روزه و طلب علم از الله. الله میپرسه که ربی زدنی علما، گفته میکنه یا که اللهم انی اسألك علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا و دیگر انواع. و طلب التوفیق و طلب توفیق، بدون نه هدایت داخل میشه و هدایت میشه برای بیان و راهنمایی کردن و هدایت میشه برای توفیق و الهام. فهمیدید؟ هر دی همین انواع یعنی که هدایت باید فهمیدن نداره. مثلا الله سبحانه و تعالی پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه که انک لن تهدی من احببت، هم خیلی لا تهدی
يا لا تهدي ولا جزاك الله خير انك لا تهدي من احببت ای محمد تو دوست داشتگی کساتا هدایت کردن نمیتونی. اینجا هدایت به معنای توفیقه، یعنی تو توفیق دادن نمیتونی، الهام دادن نمیتونی که کس ایمان به بیاد و بعد مثلا اسلام نه. در دیگه جا میگه که انك لا تهدي الى صراط مستقیم. در دیگه جا میگه تو هدایت میکنی به راه راست. یعنی اینجا هدایت به معنای چه؟ به معنای رشد، راهنمایی، ارشاد. نه ها نعم. والدليل قوله تعالى، دليل قول الله سبحانه وتعالى اسكي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجد های سجدگاه ها از آن الله، شما با همراهی الله یگان کس را دعا نکنید. مراد دعا چیه؟ یعنی عبادت نکنید. هم خلاص. وقال الشارح المساجد تطلق ويراد به أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها. مسجد ها تطلق، مسجد ها را میگوید استفاده برده میشه، یعنی کلمه مساجد را استفاده برده میشه و مراد از آن یا که آن را چنین اراده کرده میشه جایهای سجده و بقاع. جایهای سجده یعنی که همون جایی که اونجا مردم چیکار سجده میکنن. و البقاع التي يصلى فيها و کنار گوشه و کنارها یا که جایهایی که در اونجا نماز خوانده میشد، همین اونها در تحت مساجد داخل میشه. میگه و هي احب البقاع الى الله عز وجل، از همه بزرگترین جایها می باشند در پیشگاه الله سبحانه و تعالی المساجد. قد جاء الترغيب في بنائها و اعدادها، درباره یعنی که بنای مسجدها و آماده تیار کردن برای که مردم اونجا نماز خونن، بسیار حدیث های اومدن که و یا حدیث های ترغیب می باشند. ترغیب یعنی که من شما را هوسمند میکنم، من شما را یعنی استیزه میکنم، من شما را بیدار میکنم، هوشیار میکنم، هوسمند میکنم که این چقدر ثواب بود است گفته. خب کم باشد خب بیشتر باشد، ما باید که وسط طاقت ما را بعد این حدیث ها رو شنیدن یعنی که صرف کنیم در این راه. قال صلی الله علیه و علی آله و سلم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث های ترغیب در بنای مساجد و اعداد اونها میفرماید که من بنا مسجدا لله، کسی یک مسجد را برای خاطر الله شده بنا کنه، نگاه کنید، که مفحصی قطاع، که مفحصی قطاع، مفحص گفته لانه نمیگه، گرچنده که همون یاردم دادگیش به مقدار چی باشد؟ یک لانه قطاع، این نومی پرنده چه همون یک موضع انمق جا، یعنی همون پرنده میشه که جامعه یک میده باشه، یک وجب هم باشه انمق یاردم از رسیدگی باشد گفتن جناب پیامبر. او اصغر یا او ویم خورتر، بن الله له بیتا فی الجنة، الله برایش در جنت خانه خواهد بنا کرد. أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. این حديث صحيح شيخ الألباني. يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. همانا مسجد یعنی تنها فقط مسجدهای الله را آباد می‌کرده کسانی که ایمان به الله داره و ایمان به روز قیامت داره. اینجا نگاه کنید، این نما داره، تنها مسجد آباد می‌کردگی انمی صفتا رو دارن. برای خاطر این یک کسی که یک بار شما دیدتش که مسجد در این مسجد درما حق نداره گفتن و کفره. یک بار اگر شما بینید تشکیل مسجد در اومد نماز خوند، شما حق نداره او کافر گفتن. چون که عمارت مسجد فقط پوشیدن نمیگوید، زنده کردن، بیدار کردن، به کار در آوردن نیست. مسجد کدوم به کار میداره؟ مسجد بنا میکنن. مسجد بنا شد، بو بنا کردن در کار باید. دویم بناش به چی بنا میشود؟ به کار در آوردن، درشن نماز خوندن. هم خلای. والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية. مراد از عمارت در اینجا عمارت حسی و معنوی میگه. حسی یک چیزی است که دستش کردن میشه، برای مثال عادی. معنوی او را قپیدن نمیشه. حسیش ما میگه عمارتها بالطين، بگیل
او را پوشیدن و ما تحتاج الیه و با آن چیزی که به احتیاج به همون است. حتی تؤوی المصلین، مقصد یعنی که جای دهد، معوا شود، جا شود برای نمازگزاران. یعنی نمازگزاران را مثلا چی شود؟ یعنی که معوا شود. و تذلهم من الحر، یعنی که از گرمی برای اونها سایه شود. و تکنهم من البرد، اونها را از خنکی نگه دارد. و عمارتها بالعبادت، و عمارت او با عبادت هم میشود. دیده هر دو نوعش بسالاش ذکر. بالصلاه، به نماز خوندن، و تلاوت القرآن، به قرآن خوندن، و ذکر الله، و به ذکر الله. و برای استراحت نیست یا که اکار گرفتن یا که بهونه شریعت کردن. که من مسجد دارم گفته اگه دو شت مثال برای گریزی بروی من مسجد میرم گوی بعد نماز دست تیک کردن سنه رنج کنی راحت کنیدم یا که جای غیبت و لغلق بیکارم. مسجد برای چه؟ برای نماز خوندن، برای تلاوت قرآن. با بشرط تلاوت قرآن در دیگرها خلل نرسوند. خلای و تطلق المساجد و یراد بها اعضاء السجود 7. و استفاده برده میشه کلمه المساجد را و مقصد از اون عضوهای را میگن که 7 عضوی سجده میکردگی را میگویند. و هی الجبهه، پیشانی، والانف، بینی، والیدان و الرکبتان، والیدان و رکبتان، دو دست و دو زانو، و رؤوس القدمین و سر انگشتان در نظر دارد. لانها تسجد لله، چون که اینها سجده میکنن الله را. والله والآیه تشتمل المعین. خلاصه یعنی آیت مشتمل این دو معنا میباشد. آیت معنای چی؟ یعنی که انما و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله. انمی سجدگاه های شما که به اعضایی که شما الله را سجده میکنید همینا را از آن الله هستند. نباید اینها در غیر الله، یعنی که مثلا یعنی که در عبادت غیر الله باشد. مفهوم؟ و ان المساجد لله ای البقاع التي يصلى فيها، یعنی جایها. بقاع اصلا جا رو میگه، معنی جای هایی که در اونجا نماز خوانده می شود. و الاعضاء السجود لله عز و جل، و اعضاهای الله سبحانه و تعالی سجده میکردگی ها. فلا، این الله از آن الله میگه این اعضاها. فلا تدعو مع الله احدا، با همراهی الله کسی را که نباشد دعا نکنید، نخواند، عبادت نکنید. لا تجعلوا هذه المساجد و هذه البقاع محلا للشرك و دعوت غیر الله، یعنی این جایها را محل برای شرک قرار ندهید و دعوت غیر الله قرار ندهید این جاها را. بل یجب ان تطهر المساجد من الشرك، برعکس مسجدها را از شرک تازه کردن واجب می باشد. فلا یکون فیها قبور، فلا یکون فیها قبور، در اینها نباید که قبر باشد. ولا يكون فيها دعاء لغير الله، نباید که در درون اینها دعای غیر الله باشد. ولا يكون فيها بدع و محدثات و حلقات صوفیه مبتدعه، نباید که در درون اینها بدعت و خرافات ها و حلقه های صوفی و بدعت کارا باشد. نعوذ بالله. یجب ان تطهر المساجد من البدع والشرك والمعاصي، واجب است که مسجدها را تازه کرده شود از بدعت ها و از شرک ها و از معصیت ها. لانها لله عز و جل، چون که مسجدها برای الله عز و جل می باشند. و از آن الله باشد تو حق نداری مگر حق داری همون ری که الله برای تو حق داده است. حق عبادت، حق نماز خونه دادیگه، با چخل نماز خوندن هم گفتگی داد. رفتی اوضاعش برو زوکوش بلند کرد او چوش رو رفت. فلا يكون فيها الا ما يرضي الله عز وجل، نباید که در دون اونها یگان چیز را انجام داده شود مگر همون چیز را که ان همون چیز خوشنودی الله می باشد، الله را راضی می کرده کار. فلا تدعوا مع الله احدا في هذه المساجد، شما یعنی که دعا نکنید، نخوانید با همراهی الله کسی را در این مسجد ها. او تستخدموا اعضاءكم بالسجود لغیر الله عز وجل، و یا اینکه میگوید که شما نباید که استفاده ببرید، یعنی که یا که خدمت بدهید، میگو این عضواتونه به سجده کردن برای غیر الله عز و جل. لان هذا شرک اکبر، چون که این کارهایی که نمبر شدن که نباید کرده شدن، اونها
اینا چی بودن؟ اینا شرک اکبر هستند. کالذی یسجد للصنم، مثل اون کسی که یعنی که بت پرستی میکند، او للقبر یا قبر پرستی میکند، او یسجد للوثن یا که یک وثن یک هیکل پرستی میکند. فهذا یسجد لغیر الله عز وجل، چنین کس غیر الله را سجده میکند. الشاهد في قوله، این دلیل در قول الله سبحانه و تعالی که فرمود که فلا تدعوا مع الله احدا. این چی دلیل گرفت؟ شاهد چیه در اینجا میگوید؟ شهادت چیه در اینجا شاهد؟ شما با همراهی الله کسی را نخوانید، ای امر باخلاص الدعاء له وحده، این امر شده ایستاده است یا که الله امر کرده است به اخلاص کردن دعا برای الله سبحانه و تعالی تنها. و قوله احدا، گفتن او یعم كل مدعو من دون الله سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او حجرا. این احدا میگود نکیره آمدنش عموم می باشد. بسیار جا گفتیم گذاشتیم که نکیره و نکرات تفید العموم، خیلی قاعده شیخ سعدی میگه، یعنی این عموم می باشد تمامی هر چیزی که او را دعا میکنه غیر از الله، خواه وی فرشته باشد، خواه پیغمبر باشد، خواه ولی باشد، خواه مثلا درخت باشد، خواه سنگ باشد، یعم کل من دعی من دون الله، عموم می باشد به تمامی کسانی که او را غیر از الله دعا میکنند به او. فانه یکون شرکا اکبر، البته این کار یعنی شرک اکبر می باشد. نعم، شرک چی؟ اکبر می باشد. وقال صاحب المتن فمن صرف شيئا منها، از این چیزای نمبر شده کسی یگانش صرف کند لغیر الله، برای غیر الله، فهو مشرک کافر، اون کس مشرک است و کافر است. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله سبحانه و تعالی است که و من یدعو مع الله الها آخر، کسی که با همراهی الله معبودی دیگر را خواند دعا کند، لا برهان له به، ای لا حجت ولا دلیل واضح، یگون دلیل واضح نیست برای او به دعا کردنش. فانما حسابه عند رب، حساب و کتاب چنین کس در پیشگاه پروردگارش است. الله و پروردگار او را محاسبه میکند. انه جوابش اختصارا در همین دنیا خبر داد است. چی میشد؟ انه لا یفلح الکافرون، کافرها رستگار نمیشن. یعنی این کاری شما رو میآورد به کافر که شده نعوذ بالله، شما رستگار نمیشد. معنای رستگار این است که انسان آن وقت رستگار میشد، مفلح میشود که وقتی که او را گفتن که انا جنت جای تو، این دوزخ تو خلاص شده، انا من کسی چی میگن؟ رستگار میگن. الفائزون بالجنه والناجون من عن النار، یک من النار. و فی الحدیث، در حدیث آمده است که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که الدعاء مخ العبادت، دعا مغز عبادت است. اخرجه الترمذی من حدیث انس بن مالک رضی الله عنه فی اسناده ابن لهیعه. این حدیث هم میگه ترمذی از حدیث انس بن مالک روایت کرده است، در اسناد این کی است؟ ابن لهیعه است که ضعیف یعتبر به، به سبب ان در درون اسناد همین ابن لهیعه بودنش چی حدیث را اعتبار داشته زمین. قال الترمذي گفت است که هذا حدیث غریب من هذا، از این وجه گرفته این حدیث چه غریب است، لا نعرفه الا من حدیث ابن لهیعه. ایگون طریق این نمیشناسیم این حدیثه، فقط همین طریق، اهم یک طریق که اینه که میشناسن این حدیث چی میشه؟ حدیث غریب میشه. ولی در تحت این با همین معنا حدیث صحیح اومده است ان شاء الله. شیخ خودش میفرماید. و دلیل قوله تعالی، دلیل میآورد که دعا عبادت بودنش میگه. اگر نه اهمیت دیگه در همینجا دعا به معنای عبادت است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نگاه کنید، پروردگارتون میفرماید که شما من دعا کنید، استجب لكم، من دعاتون اجابت میکنم. گپ درباره چیز الله چی طلب کرده، اما گفته که من دعا کنید دوست است. اساسی گپ درباره چی است؟ دعا. اکنون باید که جوابش هم درباره مو دعا رو بده. میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نگاه به درستی کسانی که کبر میکنن از عبادت من، سيدخلون جهنم داخرین، به دوزخ خار و ذلیل شوان داخل خواهند شد. نگاه کنید، به درستی اون کسانی که کبر میکنن از عبادت من، معلوم میشد است که دعای من نگفت در اینجا، گفت که یعنی گفت که دعا کنید من دعاتون قبول میکنم. در آخر دعا را چی گفت؟ عبادت. اون کسانی که کبر میکنن از عبادت من، یعنی دعا که عبادت من است،
من دعا نمیکنن و یا دوزخ به داخل میشوند نعوذ بالله، یعنی که در حال بدونشون داخلین. خلاص دعا به معنای عبادت است. فهمید بچه؟ ای حق تحقیر شونده، خار و ذلیل و تحقیر شونده، پس شونده. الله نگهدار. وقال الشارح وقال ربكم ای امر ربكم، پروردگارتون شما را امر کرده است. وقال گفت که ادعونی استجب لكم، شما من دعا کنید من شما را اجابت میکنم. امر بدعائه سبحانه، با دعای خودش سبحانه یعنی امر کرد. و وعد بالاستجابه، با خودش وعده کرد به قبول کردن. و هذا من کرمه سبحانه و تعالی، این از کرم پروردگار است. این از بسیار کرمیار یک نشانه های کرمش است. لانه غنی عن دعاینا، چون خودش محتاج دعای ما نیست. ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه و تعالی، برعکس ما خودمان محتاج دعای او پروردگار هستیم. فهو یأمرنا بما نحتاج الیه، پروردگار ما را یعنی امر کرده است به اون چیزی که ما خودمون محتاج او هستیم. و بما یصلحنا، و با اون چیزی ما را امر کرده است که و صلاحیت ما هست و فایده ما هست. و هو سبحانه یغضب اذا ترکت سؤاله، بینما المخلوق یغضب اذا سألته. نگاه کنید، پروردگار میگه غضبش می اومده وقتی که تو ترک سوالش میکردی. وقتی که پروردگار رو نمیپرسی او غضبش می اومده. اونجا کی میگه؟ اونجا که مخلوق میپرسی تو غضب میکنه. مخلوق وقتی یک چیز پرسیدن گرفتی همون دیگه عصبی میشده، غضبش میاد. تو اقم میپرسی منه. برعکس پروردگار چقدر کی پرسی او خرسند میشه. کدوم پروردگار غضب میشه؟ وقتی نپرسی گره. ولهذا يقول شاعر گفت است که الله یغضب ان تركت سؤاله و بني آدم حين يسأل یغضبه. الله در غضب میمونه وقتی که ترک سوالش میکرده و بنی آدم باشه وقتی که از اونا پرسیده شود غضبناک میشه. یک کلمه میده بچه این دین امروز پرسیدیم بابا بس میگه. و یقول آخر یک شاعر دیگر میفرماد که فلو سئل الناس التراب لعوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا و يمنعوا. اگر میگم مردم خاک پرسن لعوشكوا شک میکنن خاک چیزیه که من پرسی میگه. خودش یک سخیه میگه که نور دیدم خاک درم همه جو پرسن نخود تو من خاک پرسی گفته شک میکنه که نخود تو خاک در کار باشه میگه. اذا قیل به همون روزی که زنبر میبوی لینگو چپتات میبوری تراکتور تلیشکر دهن خونش میبوری که مو خاکای گفتی که نوری دیده من باورم نمیاد که تو محتاج خاک شدی بیایی میگو ان یملو بم ملوشون میکنه. یه روز دیگه نومدی بعد عذر معناش پیشنهاد کردن میرد و یمنعو با در کارش معنی میکنه این زمینم پس میشه این چقور میشه. میگو مومن اول گفته بودش که توی نخود تو اما خاک پرسی برادر خاک چیزی یعنی که علاجش باشد بنی آدم خاک نپرس میگو خاک بی پول علاجش باشد از همون بنی آدم همون خاک هم الله پرس. یک ذات است که ملالش نمیکند. سبحانه و خلق لكم ما في الارض جميعا ادعوني استجب لكم. من دائما میتیم هم خلاص. فالناس اقسام ثلاثه، مردم خلاصه میگو سه قسم بودیم. الاول من لا يدعو الله اصلا، کسانی بودن که تماما الله را دعا نمیکنن. الله نگهدار. فیکون مستكبرا عن عبادت الله، از عبادت الله کبر میکردگی کسانی بودن که ناموس میکنن الله پرسن. الثاني دویم طایفه انسان هستن من يدعو الله را دعا میکنن ولكن يدعو معه غیره فیکون مشرکا، ولی در برابر یعنی که عبادت پروردگارش یا که دعای پروردگارش غیرش با میخواند فیکون مشرکا و این چی میشه؟ مشرک میشود. الثالث سیم طایفه این مردم من يدعو الله مخلصا له الدين فهذا هو الموحد، کسانی میباشند که الله را خالص دعا میکنند یگون یعنی که شرک آوری نمیکنند یعنی این موحد میکنند که الله سبحانه و تعالی که اسمون شما را عظیم زمره گردنده باشد. و فی الحديث ان النبي صلی الله علیه و سلم قال الدعاء مخ العباده، یعنی حدیث گرچند که مثلا ضعیف باشه یعنی شرح شده. در حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دعا مغز عبادت است و فی روایت الدعاء هو العباده. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكان صحيح حسن. دعاء عبادة است، فهذا يدل على عظيم الدعاء، إن دلالة ببزرگی دعا کرده است.
و انه اعظم انواع العباده. این دلیل شده است که این دعا از همه یعنی بزرگترین انواع عبادت است، لان رسول صلی الله علیه و سلم قال مخ العباده، مغز عبادت گفت. و فی روایت الدعاء هو الدعاء اساسا حوایس عبادت گفته با یعنی که تاکید کرده است. و روایت ثانیه اصح من روایت الدعاء مخ العباده والمعنى واحد. میگوید که روایت شک شدن. روایت دوم میگوید از روایت یعنی که چی؟ از روایت الدعاء مخ العباده یعنی که صحیح تر است و معنا یک است. ولی یعنی این گپ اینم یعنی که فی کلام فی نظر. اگر ما گوییم که این روایت از روایت یکم صحیح تر است، معلوم میشود است که واقعی صحیحه این صحیح تر است، این خطا است. یعنی که روایت دوم صحیح است از روایت چی؟ از روایت یکم روایت دوم صحیح است گفتن درکار. صحیح تر گفتن ممکن نیست، برای خاطر اینکه اگر ما صحیح تر بگوییم اگر یک ویم صحیح میشد فقط این برتری دارد میشه. خلاص اگر ما بگیم این اوای صحیح است از وی دیده صحیح است، معلوم میشه که ویش چه ضعیف است. فهمیدید؟ این یعنی جای نازکی است. فالحديث یعنی شیخ احمد اعتبار داده است، ولی ان شاء الله خیر است. فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء. یعنی حدیث به هر دو روایتش اگر نظر اندازه میگود بیان میکنه به بزرگی دعا و انه هو النوع الاعظم من انواع العباده. دلالت میکند که این یعنی دعا از همه نوع بزرگترین از انواع عبادت است. کما قال صلی الله علیه و سلم الحج عرفه. خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم حج عرفه است. در غیر عرفه حج کردن میشد ولی جناب پیامبر چیکار کردن؟ گفتن که الحج عرفه یعنی که با عرفه از خاطر نبراید. این رکن اساسی بمعنى ان الوقوف بعرفه في الحج هو الركن الاعظم. یعنی در وقت در مراسم حج در عرفه اومده ایستادن این رکنی اعظم است، بزرگ است من ارکان از ارکان حج. فهمیدید؟ یعنی ارکان حج همش به جا بیارید و در عرفه نیستید، این حج نیست. فهمیدید؟ برای من چیکار کردن؟ گفتن که الحج عرفه. این معنا ندارد که فقط یه عرفه حج. یعنی این دلاله به چیزه جای اساسی. برای الدعاء هو العباده. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم اون معنا نداره که دیگران عبادت نیست، فقط عبادت. یعنی عبادت این اساسی است. چی؟ دعا این اساسی یعنی که چی؟ عبادت. وليس معناه ان الحج كله هو عرفه. يوم معناه نمیتد که حج همش به کلگی در عرفه باید شود، ولكن الوقوف بعرفه هو اعظم ارکان الحج. ولی وقوف در یعنی ایستادن در عرفه این از همه بزرگترین رکنای حج بودنش. به جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم عرفه رو نمایش ذکر کردند. كذلك ليست العباده محصوره في الدعاء. برای همین یعنی که محدود نیست عبادت در دعا، فقط همین دعا همین عبادت بود، دیگه چیزا عبادت نه. ولكن الدعاء هو اعظم انواع. ولی الدعاء باشد از همه بزرگترین انواع عبادت است. ولی هذا قال الدعاء هو العباده. بنابراین جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دعا این عبادت است. من باب تعظیم الدعاء. این از باب چی است؟ ذکر پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب یعنی تعظیم دعا بود است و بیان مکانته. از درباره چی؟ بیان مکانت و منزلت و رتبه یعنی چی؟ دعا را دلالت کرده است. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.